درود، یه درگ خفن دیگه، لامبورگینی اونتادور اس و تسلای مدل X. خیلی عجیبه. به نظر شما کدوم میبره؟ بریم بدون معطلی با هم دیگه ببینیم. من توی تسلای مدل X P100D نشستم و کنارم یه لامبورگینی اونتادور S وایساده و قراره با هم بریم یه مسابقه درگ. باتری ماشین من 100 کیلووات ساعتیه، 2 تا موتور داره و 772 اسب بخار قدرت تولید میکنه. حالا برای اینکه بیشتر با اون لامبورگینی آشنا بشیم بریم ببینیم یانی چی میگه. یانی میتونی بیشتر در مورد ماشینت به ما توضیح بدی؟ خب این یک اونتادور اس، قدرتش فکر میکنم نزدیک 740 اسب بخار باشه، دقیق نمیدونم ولی خب خیلی سریعه، اینو میدونم و امیدوارم حسابی بهم فشار بیاره. آره، یانی یه ذره ناراحت بود که من تونستم لامبورگینی اوروسش رو هفته پیش با تسلا شکست بدم. برو لعنتی. بای بای یانی. حالا یانی میخواست تلافی کنه، این بار با اون یکی لامبورگینیش اومد. اینطوری شد که ما یه مسابقه خیلی عجیب داریم، یه شاسی بلند الکتریکی 7 نفره در مقابل یک سوپر اسپورت ناب. فکر میکنی کدوم ماشین توی مسافت 400 متر زودتر میرسه؟ این ماشین یا اون لامبورگینی ناب؟ همین الان اسمشو برامون تو کامنت ها بنویس. البته یادت نره که هفته پیش اوروس بازنده این مسابقه بوده. برای اینکه ویدیوهای جدیدتر رو ببینین و از دست ندین، حتما دکمه سابسکرایب رو بزنین، زنگوله کنارش هم بزنین که براتون نوتیفیکیشن بیاد که متوجه بشین که ویدیوی جدید گذاشته شده توی چنل و بیاین ببینین و لذت ببرین. بزن بریم یانی. آماده ای؟ کجاست؟ نمیتونم ببینمش. داره میاد. نه تو واقعا همونجا وایسادی؟ بیخیال. من فقط منتظرم انقدر این کارو تکرار بکنی تا کلاچت یه تکونی بخوره. اصلا راضی نیستم داداش، اصلا خوشحال نیستم. صحنه رو نگاه کن. لعنتی یه جورایی کارو تموم کرد. بکنم دیگه برنده نمیشم. فکر کنم باختم. فکر کنم از اول باختم. دقیقا خودتو خیلی داری میگیری. خب بریم ببینیم دقیقا چه اتفاقی افتاد. لامبورگینی اونتادور تونست 1/4 مایل رو توی 10.5 ثانیه طی بکنه و تسلا 11.3 ثانیه. بچه‌ها دیدین که خب لامبورگینی برد، دور از انتظارم نبود، ولی خیلی عجیبه که تسلا هم خیلی خوب عمل کرد واقعا نسبت به هایپرکار و این تفاوت قیمتی که با هم دیگه دارن. خیلی خوب عمل کرد، ولی خب ماشین برقیه دیگه خیلی دوستش ندارن. منم ماشین برقی دوست ندارم. بچه رولینگ ریس بعدی و رولینگ ریس همونطور که میدونید تا یه سرعتی رو شروع میکنن، یعنی دیگه از صفر لانچ نمیکنن. مثلا 50 کیلومتر یا 30 کیلومتر حالا با مایل یا هرچی ست میکنن، از اون به بعد شروع میکنن گاز دادن که ببینن توی حرکت چه اتفاقی برای ماشینا میفته. بریم ببینیم. حالا میخوام یه مسابقه رولینگ داشته باشیم، یعنی از سرعت 50 مایل بر ساعت شروع کنیم گاز دادن. اون تو دنده 3 قفل میشه ولی من دنده ندارم، فقط باید گازو فشار بدم ببینم چی میشه. امیدوارم مشکلی پیش نیاد. من الان رو 4000 دور در دقیقه هستم و قراره منو شکست بده. آماده ای یانی؟ میشماریم 3 2 1 برو. وای باورم نمیشه بزن بریم تسلا، بزن بریم. آره خب دیدی خیره. نه داره میاد رو سرعت 100 مایل بر ساعت. گرفتمش. یعنی صدا مشنوی؟ یعنی اول من جلو بودم ولی بعدش چی شد؟
خیلی آروم میره چون رو دور موتور 4000 بودم، ولی به محض اینکه رسید به 5000 دیگه گرفتمت. آره دیدم یه سرعتش خیلی زیاد شد. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه ماشین تو خیلی از ماشین من سبک‌تره. ماشین من حدود 1.5 تن وزن داره، گشت آورش هم تقریبا 690 نیوتن متره. آره سبکتر و سریعتره. ماشین من حدود 2.5 تن وزن داره، گشت آورش 980 نیوتن متره، ولی این اختلافا واقعا تاثیر داره. موتورهای الکتریکی اولش خیلی سریعن. قدرت موتور الکتریکی همیشه لحظه تو شروع خیلی سریع حرکت میکنه، ولی بعدش خدا نگهدار. نمیدونم این برد حساب میشه یا نه. نمیدونم، شاید. بیا یه تصمیمی بگیریم. تو میتونی از دنده 2 شروع بکنی، با سرعت 30 مایل بر ساعت بری. 3 2 1 برو. خدافظ. بزن بریم پسر. آفرین تسلا. گرفتمش. هر دوبار گرفتمش، اما با سرعت 50 مایل بر ساعت و 30 مایل بر ساعت رفتیم. گرفتم دوباره نه؟ منظور چی شد؟ تو گاز زدی موتور الکتریکیت فعال شد، منم دور موتورم رسید و گرفتمت. بای بای. من قطعا اونجا بردم نه؟ من تا حدود سرعت 110 مایل بر ساعت از تو جلوتر بودم تو جاده، درسته؟ تو نمیتونی این سرعت بیشتر بری، پس بیا بگیم مساوی شد. بچه‌های توضیح من اینجا بهتون بدم. وقتی میگه که تو بیشتر از اون نمیتونی بری، بیشتر از اون سرعت نمیتونی بری، یا میگه توی دنده 3 قفل میکنه، منظورش چیه؟ برای کسایی که نمیدونن، برای اینکه توی مسابقه درگ یا رولینگ بتونن نهایت قدرت رو استفاده بکنن، سعی میکنن بهترین دنده و بهترین افکت توی دنده 3، نه اونقدر سبکه که نکشه، نه اونقدر سنگینه که بمونه. توی دنده 3 حرکت میکنن، تو بازه دنده 3. وقتی دور موتور به آخرین حدش میرسه، به وقت چنج دنده میرسه، اونجا خب یه وقفه ایجاد میشه. توی مسابقه اون وقفه شاید میلی ثانیه یا 1 ثانیه یه چنج کردن دنده میتونه مسابقه رو واگذار بکنه. به خاطر همین توی این بازه بدون اینکه دنده تغییری بکنه داره مسابقه میده. به خاطر اون میگه تو بیشتر از این سرعتی نمیتونی بری. توی این رنج، توی این دنده، منظورش اینه که تو بیشتر از این نمیتونی بری، که حالا رفتن تو دنده ای. نه اصلا من قبول ندارم. خب پس مساوی شد. یکی برای تسلا، یکی برای اونتادور. اونتادور توی مسابقه درگ برد، تسلا توی مسابقه رولینگ. اون داره تو ماشینش کاملا چیزای متفاوتی میگه، ولی اصلا مهم نیست چون این برنامه رو من تدوین میکنم. اگه این ویدیو رو دوست داشتی حتما با دوستات به اشتراک بذارش و حتما قبل از اینکه سفر رو ترک کنی دکمه سابسکرایب رو بزن و زنگوله کنارش رو هم بزن. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.